با سلام با یک شما بینندگان بینیهایت عزیز، نوید بامدادیست تقدیم از رادیو آزادی. امروز 2 اپریل و در پروگرام همین حالا ساعت 7 صبح است. برای شما کامیابی میخواهم و اولو از خبرها برایتان بگم. در 2 روز اخیر در تاجیکستان سیلباریش است و در چندین دهه و نوعه باران‌های شدید سببکاری فرآمدن سیل گردیده است. سیل به بعضی خانه‌ها زیان رسانده، کشتزارهای ساکنان را شسته است. مردم این دهات به ویژه در مناطق ختلان از این آفت طبیعی نوارهای زیاد فرستادند که در شبکه‌های اجتماعی و جمله در رادیو آزادی جای داده شدند. تا حال نظری مقامات رسمی در این زمینه به دست ما نرسیده است. یادآور می‌شوم که هفته جاری مقامات ضرر سیل به دهه حلقه‌جر نوعه خراسان را بیش از 1 میلیون سومونی حساب کردند. در نتیجه باران‌های پای در پای و سیل شوم 21 مارت در دهه حلقه‌جر 1 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 200 خانه ضرر دید. بنابر ارزیابی بانک جهانی از سال 1992 تا سال 2016 در نتیجه فلاکت‌های طبیعی اقتصاد تاجیکستان تخمینا 1 میلیارد و 800 میلیون دلار زیان دیده است و این فلاکت‌ها به مثل آبخیزی و زمین لرزه و یرچ و ترمه به 7 میلیون نفر اثر منفی گذاشتند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید که از اول ماه فوریه تا آخر ماه مارت 6222 شهروندانی که از خارج به تاجیکستان آمدند به کرانتین فرا گرفته شدند. این وزارت روز 1 اپریل خبر داد که از این شماره 2145 نفری آنها به خانه‌هایشان رخصت شدند. عین زمان 4077 تن دیگر در بیمارخانه‌ها در کرانتین میباشند. وزارت تندرستی همزمان خبر داده است که تا 31 مارت در کشور حالت‌های گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. در همین حال گالینا پرفیلووا نماینده دومی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان هنگام صحبت در شبکه تلویزیونی تاجیکستان رسما تصدیق کرده است که در این کشور یگان حادثه بیماری کووید 19 ثبت نشده است. به قبل او تا این مدت 700 تشخیص گذرانده شده است که همه آنها منفی برآمدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید صرف نظر از این چاره‌های پیشگیری کننده تقویت بخشیده شده است. از جمله همه پروازهای بین‌المللی منع گردیده، افرادی که از بیرون میآیند برای 2 هفته به کرانتین فرستاده میشوند. در تاجیکستان گروه متشکل فرامیلی را دستگیر کردند که به معاملات غیرقانونی مواد مخدر مشغول بودند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر می‌دهد که از این گروه 7 نفره 70 کیلو مواد نشه‌دار مصادره شده است. بازداشت‌شده‌ها مواد مخدر را از افغانستان وارد نموده سپس به کشورهای دیگر انتقال می‌دادند. به قول منبع رهبری گروه را مقیم قربانوف ساکن 44 ساله دهه قبیل شهر نورک معروف با های بچه کمپیر و مقیمچه به عهده داشتند. این نرکبران قبلا برای نشر جلبی در روسیه 2 مرتبه سود شده 3 زن و 11 فرزند داشته است. مقامات میگویند اعضایان گروه برای خرید و فروش از همه گونه واسطه‌های اجتماعی یا که شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جمله واتساپ، ایمو و وایبر استفاده می‌کردند. فعلا نسبت همه این نفر دستگیر شدگان طبق طلبات ماده 200 قسم 4 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز شده، آنها در حبس پیشکی قرار دارند. مهاجرانی را که شب 21 مارت از فرودگاه دمدید و مسکو پیش کرده بودند در خانه یک صاحبکار تاجیک را یافتند. این مهاجران با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند اگر این صاحبکار به دادشان نمی رسید احتمالاً در مسکو سردشان میزد. مهاجران از تاجر تاجیک حاجی مهرالدین نام برده نقل میکنند که همان شب از کوچه برایش زنگ زدند و او با 2 اتوبوس 50 مهاجر را به منزلش آورده جای داده است. به گفته این مهاجران 2 روز می شود آنها از حساب صاحبکار تاجیک با جای خواب و خوراک و داروواری تامین و منتظر بازگشت به وطن هستند. مهاجران درمانده باید شب 19 مارت به تاجیکستان پرواز می‌کردند ولی تاجیکستان پروازها را قطع کرد. آنها تا 31 مارت در فرودگاه بودند ولی بعداً مقامات مهاجران تاجیک را پیش کردند. آمریکا تصدیق نمود که از روسیه تجهیزات طبی خریداری نموده است. این تجهیزات برای مبارزه با کرونا ویروس استفاده شده. موافقت در این باره بعد صحبت تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پرزیدنتان آمریکا و روسیه حاصل شده است. در همین حال یک سناتور آمریکایی حزب کمونیست چین را با دروغگویی و انتشار تبلیغات رسوا درباره سرایت کرونا ویروس متهم کرد. سناتور جمهوری خواه از ایالت نبراسکا بن ساسی گفت حزب کمونیست در گذشته دروغ میگفت
حاضر دروغ میگوید و در آینده نیز دروغ خواهد گفت تا اینکه رژیم کمونیستی را حفظ نماید. به قول ساسه به این ترغیبات رسوای چین نباید سازمان جهانی بهداشت، ژورنالیستان مستقل یا طبیبان آمریکایی که این ویروس آدمکش را برطرف خواهند کرد باور نماید. ساسه عضو کمیته اکتشاف صنعت آمریکا می باشد، ولی او در این سخنرانیش اشاره نکرده است که اظهاراتش درباره دروغ پراکنی چین در کدام اساس می باشد. سازمان جهانی بهداشت از توسعه سریع و سراسری پاندمی کرونا ویروس عمیقا نگران است. روز 1 اپریل رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که در 5 هفته گذشته شماره گرفتاران کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به طور فوق‌العاده افزایش یافته. در 1 هفته گذشته شماره هلاک شدگان 2 برابر بیشتر شده است. پیش بینی می شود که در چند روز آینده تعداد گرفتاران کرونا ویروس به 1 میلیون برابر شده، شماره فوتیدگان از 50,000 زیادتر خواهد شد. سازمان از حکومت‌ها دعوت کرده است که به مردم کم بضاعت غذای نیاز اولیه را تامین نموده به کشورهای رو به ترقی کمک اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رسانند. در تاجیکستان از 1 اپریل رسما موسم بهاری دعوت به ارتش آغاز یافت. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید بنابر آنکه در کشور یگان حادثه گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است، در موسم دعوت نوبتی و هم قسم‌های نظامی یگان تغییرات و دیگرگونی جاری نشده است. همچنین سربازان به مثل قبل میتوانند به رخصتی بروند و نزدیکان به قسم‌های نظامی برای دیداربینی آنها بیایند. در همین حال حکومت نویه شمزین شوهین شورابادی سابق خبر داد که در روز اول دعوت بهاری به ارتش نقشش را 100% اجرا کرد. از حکومت نویه شمزین شوهین در صحبت با رادیو زودی گفتند که در سفربر کردن نوسکران رئیس این نویه اشتراک کرده با سربازان آینده صحبت کرده است. این منبع افزود به همین ترتیب شمزین شوهین در تاجیکستان اولین نویه به حساب می‌رود که در روز اول نقشش را پورا اجرا نمود. ولی باید گفت که با آغاز موسم دعوت علاقه شکایت‌های طریق ابله و به ارتش جلب کردن جوانان در منطقه‌های دیگر تاجیکستان صدا می‌دهند. در این باره ما امروز برای شما جزئیات می‌دهیم، از این خاطر برنامه‌های ما را تماشا کنید. دیروز معاون رهبر کارخانه ژیلیشنیکی نویه کوپتوا در شهر مسکو یک مهاجر تاجیک 22 ساله را از قبض دوم بینو به زمین پرداخته است. شاهدان گفتند اندری تریتیکوف از اینکه سه کارگر راهرو در خوابگاه نماز پیشین می‌خواندند به جهل آمده آنها را لتو کوب کرده است. وقتی اکبرجان خالقوف اعتراض کرده است و گفته است آنها استراحت نصف روزی دارند، تریتیکوف او را از قبض دوم خوابگاه به زمین پرداخته است. این مهاجر تاجیک حالا در شعبه یاگری بیمارستان بودکنی شهر مسکو بستری می باشد و ما در دوام روز در این باره برای شما تفصیلات خواهیم داد. آزیا پلوس خبر می‌دهد که از دیروز شعبه کنسولگری سفارت روسیه در تاجیکستان قبول مراجعت کنندگان را موقتا قطع کرد. این تصمیم بنابر پیشگیری از ویروس کووید 19 گرفته شده است. سفارت روسیه در تاجیکستان گفته است شعبه کنسولگری من بعد به طور استثنایی تنها مسائل مهم را بررسی خواهد کرد. در همین حال خدمت رسانی کنسولگری به شهروندانی که قبلا برای قبول خود را نام‌نویس کردند با ترتیب افضلیت‌ناک عملی می‌شود. قبلا ما خبر داده بودیم که با نگرانی از احتمال سریعت کرونا ویروس نمایندگی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی در دوشنبه کار خود را به طور فاصله‌ای براه ماندند. مسئولان سفارت‌ها گفتند هنوز به طور معمولی فعالیت دارند، اما بعضی از بخش کار خود را موقتاً باز داشتند. از جمله سفارت آمریکا و آلمان گفته بودند که پیشنهاد روادید یا ویزا را قطع کردند. و اکنون بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی برای امروز و شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 10 سومانی و 21 درم است. یک یورو کمی بیش از 11 سومانی ارزش دارد و امروز قرب 1000 روبل روسی 128 سومانی و 70 درم تعیین گردیده است که در قیاس با روز گذشته 50 درم کمتر میباشد. بینندگان عزیز تشکر میگم برای همراهی در این صبح بر وقت و یادآور میشم که در دوام روز ما خبرهای مهم و گزارش‌های جالب روز داریم و همه شما رو در این صحبت‌ها بازم منتظر خواهیم بود. برای شما در این روزها پیش از همه سلامتی می‌خواهیم و روز خوب و خاطرمند داشته باشید.